چند وقتی میشه که سینگلم و کسی رو ندارم، اصلا تو رابطه ای نیستم. با خودم هر روز میگم خدایا بس دیگه، این سینگلی کی تموم میشه. به هر کی پیام میدم، وقتی عکسمو میفرستم همه بلاکم میکنن. شما بلاک کرد؟ هیچ امید دیگه ندارم چون کسی رو پیدا نمیکنم. خیلی تنها. یه روز که تو اینترنت بودم و کلی حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم چطوری که یاد بگیرم چجوری مخ بزنم و گریلای خوشگل عاشق من بشن و دیگه از سینگلی در بیام. پس سرچ کردم و با آموزش مخ زدن دختر آشنا شدم. در فضای مجازی بهترین سایت رو پیدا کردم و واردش شدم و از اونجا آموزش ها رو دیدم. مخ زدن این روزا روش‌های دوستیابی به صورت آنلاین رواج زیاد پیدا کرده و بسیاری از افراد برای برقراری ارتباط در دایرکت اینستاگرام استفاده می‌کنند. با روش‌های مخ زدن دختر در چت تلگرام یا اینستاگرام آشنایی دارید. در این مقاله به شما کمک می‌کنیم که این کار را به درستی و با توجه به فرهنگ اسلامی ایران انجام دهید. خیلی ممنونم. اصلا تا دیروز اگه شما نمیگفتید من نمیدونستم که چی کار باید بکنم. خب بریم به دستورالعمل‌های این اشخاص گوش کنیم. برای بعضی افراد مخ زدن در فضای مجازی بسیار سخت و نشدنی به نظر میرسد، اما به شما میگوییم که این گونه نیست و بسیاری از افراد از این طریق دوستان جدیدی پیدا میکنند و شاید افرادی که توانایی مخ زدن در فضای مجازی دارند کار را با این افراد سخت‌تر کرده و گویا بریم سراغش. آموزش صفر زدن مخ زدن دختران در این اینستاگرام. چه دغدغه‌ای ما داریم به خدا. از ایموجی و شکلک ها به درستی استفاده کنید. یعنی پرچم LGBT بفرستین که گروه واسه دختر. بعد این تفنگ آبپاچ چی میگه؟ یک چت درست حسابی با دختر با استفاده به جای از شکلک ها به وجود می آید. اگر چت شما خالی از این شکلک ها باشد خیلی زود خسته کننده به نظر می آید. خیلی کمک کرده. اصلا تو نمیگفتی من نمیدونستم. استفاده از شکلک ها با چهره های مختلف مخ زدن را بسیار آسان میکنه. یعنی تو یه دونه از اون الله اکبر، از اون دو تا از شکلک های قطره آب بفرستی و دو تا جوری فلان داستان هات بفرستی، دیگه کار رسوندی بهش. در مخ زدن حتما از گیف ها کمک بگیرید. یکی دیگه از روش های مخ زدن عالی استفاده از تصاویر و گیف های متحرک. مثلا مینیون بفرستید برانا دستتون در اون گیف خاک بستری ارسال بشه. اول کار دیگه تمامش کردید. دیگه فرد درباره خودشان صحبت کنید. از خودت بگو چه خبر، بچه بودی چند سالت بود، با مامانت با هم دیگه نسبتی دارن، با مامانت چند سالشون بودن وقتی ازدواج کرد، با مامانت بابا تو دوست کرد یه مامانت. خودت چی کار میکنی؟ درس آره اینجور داستانا. اصلا بیادب نباشید. یعنی داری بهش پیام میدی برو بیرم خار مادر فلان شده، دهنتو فلان کردم، مادر فلان کردم، تو گو میخوری، تو باید بیای اینو استفاده نباید بکنی. ملزم مثلا آدمی که دیوونه باشه از این لعنا استفاده میکنه. من چرا باید این لعن استفاده کنم؟ شوخی های بی مورد نامؤدبانه بسیار حرکات زشتیه. خیلی کمک میکنه واقعا شما. یعنی من تا قبل از این که اینو بخونم نمیدونستم. مثلا من همیشه فوش میدادم به دخترها، منو بلاک میکردم. نمیدونم اصلا. خیلی تاثیرگذار بود. تعریف و تمجیدهای مناسب داشته باشید. مثلا نه اینکه وای تو خوشگل ترین دختر روی زمین هستی. یه چی باشه که قانع کننده باشه. مسلما خوشگل تر از اونم پیدا میشه، ولی تو نگو دو خوشگل ترین دختر روی زمین. همین اول کار نگو، این ضعفتو نشون میده. فکر میکنه زده بالا. او بذار یکم برو جلوتر، یکم بگذره، بعد بالا اون موقع بگو. یه چند ماه با هم دیگه بمونید و اون موقع بگو تو خوشگل ترین دختر روی زمین هستی. باید تعریف و تمجیدهای شما بسیار کم رنگ در میان بذاره. زیاد غلیظش نکنید. مثلا شما درباره ویژگی‌های شخص باید باشه. مثلا میگه چقدر با هم تفاهم داریم، چقدر شما
اخلاق خوبی دارید. من با شما با شما فیض بردم و اینکه خیلی کارساز. کمی صحبت‌های شخصی داشته باشید. یعنی صحبت‌های شخصی چی؟ الان میگم مثلا تو الله اکبر اون لباسی که پوشیدی رنگش چیه؟ چی تنته؟ فکر کنم همین باشه. سوال شخصی ها چی میتونه باشه؟ آره دیگه همون نیست. سوال شخصی. طرف مقابل را بخندانید. کار خودمه دیگه. من همتون رو میخندونم، همه دختران میخندونم. اونی که تو رو میخندونه مرده، نه اون که تو اشکتو در میاره. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Umut gökyüzünde parlar. جملاتی مانند اگر با هم بریم بیرون را به کار ببرید. آره مثلا میگه اگر با هم بریم بیرون، اگر با هم دیگه بریم کافه‌ای، داستانی فلانی، چقدر خوش میگذره. آروم آروم یواشکی بیارین دیگه. قراره رو اون موقع جور کنید. تصاویر بامزه با اسنپچت خود بگیرید و ارسال کنید. یعنی الان باید من با اون گوشای خرگوشی اسنپچت عکس بگیرم بفرستم، حتما درست میگیری، باید بفرست. اوج گفتگو ناگهان صحنه را ترک کنید. بابا یارو داده ایز تایپینگ زده، من صحنه گفتگو چی ترک کنم؟ بزنم بلاکش کنم یا بزنم مثلا سین نکنم، مثلا 2 دقیقه سینش نکنم. آها زیاد در زمانی گفتگو در اوج خودش هست به طرف مقابل بگویید که باید برم، مجبور هستید. آها جمله مانند خیلی صحبت عالی با شما داشتم اما مجبورم برم، همین الان برم و بعداً صحبت کنید. به این صورت طرف مقابل به شما پیوسته و فکر کرد تا اینکه مجدد به او پیام بدهید. عوضی بلدی ها. آره پس تشنه میذاریمش، تو خماری میذاریم بمونه. موقع چت کردن خب عزیزم من دیگه کار دارم باید برم به کارم برسم، حالا بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم. یعنی که من باید برم، اون میگه کجا میخوای بری، تازه داریم صحبت میکنیم. میگه یه دلیل بیار واسه اینکه بمونم، اون میگه برنج خیس کردم. چقدر من بامزه‌ام با نمکم. خودتان باشید. نه من همسایه بغلی هستم، خودم نیستم. آره مثلا میگه که این دوستانا اینجور داستانا صادق باشین با خودتون، خود واقعیتون نشون بدین، الکی جلوش فیلم بازی نکنید. و اینکه آخرش هم همین بودش. تا اینجا ما 12 تا روش خوندیم برای مخ زدن. من یه دونه ربات پیدا کردم، توش میتونیم دوست پیدا کنیم، چت کنیم. اگر مایل باشید میخواین ربات رو استفاده کنید، توش میتونید با آدمای مختلف، دختر پسر چت کنید. به صورت ناشناس هم هست این ربات، یعنی شخصیتتون یعنی هویتتون مشخص نمیشه. میتونید واسه خودتون اسمی انتخاب کنید، عکس بذارید فلان، پروفایل اصلا ناشناس داشته باشید. میتونید با غریبه‌ها چت کنید و کلی دوست پیدا کنید. خب من از این ربات استفاده کردم و میخوام که بریم چتمون رو شروع کنیم. به این ناشناس وصلم کن. خب دختر باید 2 دقیقه صبر کنیم تا دختر وصل بشه. A few moments later. او پیدا شد. سلام. چرا قطع کرد؟ اولین نفر ما رد کرد. شانس رو میبینین؟ خدا وکیلی شانس رو میبینین. نفر بعدی. اما 2 دقیقه دیگه صبر کنیم. بیشتر بیو خوبی منو رد میکنن. منو رد نکنی. ریدی متاسفانه کسی پیدا نکردیم. وقتمون گذاشتیم 2 دقیقه صبر کنیم، متاسفانه کسی پیدا نکردی. وای واسه تو رو خدا سلام بده، تو رو خدا قد نکن، تو رو خدا. او الک عصبانیه. خوبین؟ ببین ناکو محترم، اول باید محترم بگی خوبین. هنوز اوکی نشدی باید بگی خوبی، بعد باش خودمونی هم بشی. او بد نیستم. وقتی دختر میگه بد نیستم یعنی بده، حالش خوب نیست. اینجور که شما گفتین احساس میکنم خوب نیستیم. یا خدا
آره خوب نیستم. یکی درشو شکونده. مجازی ها عوضی هم واسه دختر بازی میکنه. آره آدم خوب و بد همه جا هست. نباید به همه بد بین باشیم. اینم بهش کم نباید به همه بد بین باشیم. هرچی جهنمی تر پرطرفدارتر. کاملا بد جور دلش شکسته. این زخم بد عجیبی خورده از بچه دارم خوب پیش میرم. حالا بذار الان اون دستور عملا اون 12 تا روشم الان کم کم میام توی کار. قشنگ بذار اول حد کنیم فلان کنیم. بریم سراغ اولی روش. از ایموجی ها استفاده کنیم. ایموجی گل میفرستیم. اوه 1 hour later. هستین یا رفتین؟ خدا شکر. خدای منو ببخش. البته کاری دارم نمیکنم. شوخی. من آخرش هم بهشون میگم شوخی. قطع کرد. بذار بهش بگم این ویدیو برای یوتیوب بود. خب به ناشناس دیگه بس میشیم. خدایا. اوه بس. سلام. عوضی هستی. یعنی شانس ما امروز ریده. نفر بعدی. قطع کردم. غلط بکن باید پیدا کنی. تو رو خدا یک نفر پیدا شه به ما کمک کنه. ما یه نفر رو میخوام. بس. یه خورده آمیانه ترش میکنیم. خوبی خورده گرمتر میکنیم. اول پرسیم بابا بذار وصل بشه. پروفایل هم میبینه سری قطع میکنه. سلام. تو رو خود قطع نکن. تو رو خدا. پروفایل من میگه مشکلی داره. این پروفایل همه دیگه. نه پروفایل همه. این مگه مشکلی داره. عکس مگه مشکلی داره. عکس عوض میکنیم. عکس دیگه بذاریم. والا عکس رو ببین خدایی. چه عکسی گذاشتم. پروفایل. تغییر نام. نام چی بذاریم؟ نام میذاریم ناصر سیبیل. آقا این عکسمونه. اسم ناصر. میریم بتره کنیم ببینیم کی عاشق ما میشن. برو برای اولی. اوه سلام. الان میره پروفایل میبینه. رفت پروفایل ببین. چشه قیافه آدم ها توهین نکنیم. واقعا واسه قیافم بودم منو رد میکردن. من خون قیافه اونو گوشتم. آدم ها سوسماس. قضاوت نکنیم. باشه. گفتم من چند دقیقه پیش عکس خودم میذاشم هم رد میکردن. الان عکس این آقا رو گذاشتم. تو اولین نفر هستی که رد نکردی فعلا. یعنی من قصد داشتم تو این شانس. همه خوشگلن جز من. یه خورده بذار به ما اعتماد به نفس بده. به اون بگه تو شکست نفسی میکنی. یه حرفو نزن تو هم زیبایی. آموزش محسنی به رایگان نواسطو میذارم.
هنوزم ویدیو لایک نمی‌کنی، هنوزم چنل سابسکرایب نمی‌کنی، برو این کارا انجام بده. برو یه ویدیو لایک کن ویدیو رو، چنل سابسکرایب، اون زنگوله هم بزن، کامنت هم بذار. 1 hour later. مثل اینکه رفت دیگه چت نمی‌کنه. با منتظر بونیم بیاد، ولی چت قد نشده، چت هنوز وصله. ای خدا. 2 hours later. منتظر میمونیم. 3 hours later. 6 hours later. جواب داد، گفت ای. گفتم عکسم بود همه رد میکردن. گریه بفرست. نفر بعدی ما با 500 نفر رو بس باشیم. سلام. بس قبلش یه جمله عاشقانه بهش بدم. شما پاییز هستی. خانم شما متولد پاییز هستین، پس برای همین زشته. کاریت نباشه. ای بابا. رفت. خب بریم نفر بعدی. یا خدا. الله اکبر. وای چه درخواستایی میکنن. گفتم آموزش مخزنی دارم اجراش میکنم، میتونم ما خودتون رو بزنم یا نه؟ تموم شده رفت. میرم جلو. خب جمله مخزنی جملات مخزنی. تو جادوگری؟ آخه هر وقت بهت نگاه میکنم بقیه ناپدید میشن. وای چیه؟ من بگه آره دیگه، گفت نه. آخه هر وقت بهت نگاه میکنم بقیه ناپدید میشن. یکی دیگه باش بفرستیم. اوه این خری خفن. مطمئنی خسته نیستی؟ آخه تمام روز توی ذهن من بوده. اوه چه جمله گفتم، چه جمله. خب دوست داشتی؟ قطع کرد. یارو اسکول کرده بودیم دیگه، چقدر بهش پیام بدیم. خب نفر بعدی. خوبی شما.
خبر، باش صمیمی بشید، باش گرم بگیرید، بگید چه خبر، خودت خوبی، سلامت باشی. اوه قلب فرستاد، قلب بفرستیم، ما هم قلب بفرستیم. واو واو واو. خب بریم بعدی. رفت بعدی. بعدی رفت بعدی. امیدوارم که این ویدیو خوب شده باشه و اینکه دارم چند ساعت زحمت میکشم بابتش. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. به دوربین بای بای کن. نرخا رو نوشته، ویدیو گرفتم 15 دقیقه 20 تومن، خیار در چیز بی پاچه 20 تومن، صورتی 70 20، بانال شیک تصویری 50 تومن. چت باک. بچه‌ها لیست قیمت ها رسید، میتونید به دایرکتش مراجعه کنید. از منو کشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، متاسفانه کسی رو پیدا نکرده. ای شما الان جواب نده. پوکر فرستاده. جذاب ترین مرد ایران. جانم چی شد؟ الان میزنه فرد، چطور قطع میکنه. اگه نزد. One hour later. نمیشه. نشد. با شما آشنا بشم. بانو. بانو. یا خدا. توبه کنید. ای خدا. ها این دفعه به این پسر بس بشیم. ول کن بابا. مخلصیم. ای خدا. شت چی گفتم؟ رفت.
به نظرم بقیه رو بذاریم واسه پارت های بعدی و این پارت ادامه پیدا کنه. اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و اینکه اگر دوست دارید ادامه پیدا کنه این پارت تو کامنت بنویسید، نظری چیز دارید تو کامنت بنویسید و اگر چنل سابسکرایب ندارید حتما چنل سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشید. میبینمتون، بوس به همتون، پیس.